شاید این صحنه برات آشنا باشه. صبح بیدار میشی، چشمهات هنوز کامل باز نشده، اما دستت میره سمت گوشی. یک نوتیف میبینی، یک اسکرول، یک ویدئو و ناگهان 10 دقیقه میشه 40 دقیقه. بعد با خودت میگی امروز باید تمرکز کنم. ولی تا شب 1000 بار حواست پرت میشه. ذهن خسته است، بدن بیحاله و هیچ کاری کامل انجام نمیشه. اما یه عده هستن که تو همین دنیا، همون صبح با انرژی و تمرکز بیدار میشن. انگار دکمه پنهانی تمرکز رو پیدا کردن. راز چیه؟ اراده آهنیه؟ مغز سوپرمنه؟ نه، موضوع چیز دیگه است. امروز درباره چیزی حرف میزنیم که این روزا تو یوتیوب ترکونده، پاکسازی دوپامین یا ریست کردن مغز از حواس پرتی. بریم سراغ قدم اول. قدم اول، نوتیفیکیشن ها رو خاموش کن. هر نوتیفیکیشن یک شات دوپامینه. هر اسکرول یک پاداش سریع. مغز خسته میشه، حوصله کار واقعی رو از دست میده. فقط همین یک خاموش کردن ساده باعث میشه تمرکز برگرده. قدم دوم، قانون 30 دقیقه اول روز. تو 30 دقیقه اول بعد بیدار شدن به گوشی دست نزن. نه اینستاگرام، نه پیام، نه ایمیل. فقط آب، نور روز یا چند نفس عمیق. این کار مغز رو وارد حالت فرمانده میکنه، نه مصرف کننده. قدم سوم، سخت‌ترین کار روز رو اول انجام بده. اولین پیروزی موتور مغز رو روشن میکنه. بقیه روز روانتر میگذره. قدم چهارم، میکرو تمرکز. 25 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت، 4 چرخه، بعد یک استراحت بلند. این مدل بیشترین خروجی رو میده بدون اینکه مغز خسته بشه. قدم پنجم، روزه دیجیتالی. 3 ساعت بدون گوشی، ترجیحاً بین 9 تا 12 صبح یا عصر بین 5 تا 8. تو این مدت مغز یادش میفته چطور بدون حواس پرتی کار کنه. قدم ششم، محرک‌های پنهان رو حذف کن. موسیقی خیلی تند، میان وعده شیرین، نور زیاد یا محیط شلوغ، همشون دوپامین سریع میدن و تمرکز رو خراب میکنن. قدم هفتم، جایگزین‌های آرام بساز. چای، پیاده روی کوتاه، نوشتن، کشش بدن، اینها مغز رو به حالت سازنده برمیگردونن. قدم هشتم، سقف مصرف روزانه لذت. مثلا 45 دقیقه شبکه اجتماعی در روز، ترجیحاً آخر شب. وقتی محدود باشه، لذت واقعی تر میشه، مغز هم کمتر فرسوده میشه. قدم نهم، برگشت به کارهای کند، کتاب، مرتب کردن میز، نوشتن یا حل یک کار کوچک. اینها وزنه‌های عضله تمرکز هستند. قدم دهم، خواب درست. بدون خواب هیچ پاکسازی جواب نمیده. 90 دقیقه قبل خواب صفحه ممنوع، نور کمتر، اتاق خنک. همین 3 مورد تمرکز فردات رو 2 برابر میکنه. پاکسازی دوپامین یعنی حذف لذت نیست، یعنی کنترل لذته، یعنی تو انتخاب میکنی، نه الگوریتم ها. اگه حتی نصف این عادتها رو اجرا کنی، تمرکز بر میگرده، خستگی کمتر میشه و کارها راحت تر جلو میرن. خب، حالا نوبت توه. از این 10 قدم کدومو از فردا شروع میکنی؟